سال 2021 بود که با اومدن فیلم The Suicide Squad یک مسیر جدید تو دنیای سینمایی دیسی آغاز شد. مسیری که کاملا داره برخلاف گذشته دیسی حرکت میکنه و میشه گفت کم کم داره شبیه به دنیای سینمایی مارول میشه و با فیلم اخیرشون سوپرمن 2025 میشه گفت که کاملا آگاهانه و با برنامه‌ریزی دارن توی یک دنیای سینمایی جدید قدم میذارن و تو این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که دیسی چرا داره وارد این مسیر میشه. چی از دیسی تو ذهنتونه؟ دارک بودن، خشونت زیاد، هر چیزی که تو ذهنتونه مهم اینه که دیسی دیگه این رو نمیخواد. به خاطر اینکه فضای دارکه شاید فیلماشون رو خاص بکنه اما باعث میشه که مخاطب زیادی جذب نکنن و در نتیجه پول کمتری در بیارن. و منظور از این دارکیه فقط روایت داستانش نیست، از فیلم برداری و نورپردازی و اصلاح رنگ و لباس و هر چیزی که دم دستشونه استفاده میکنن تا این حس دارکیه رو بتونن انتقال بدن. و خب چرا میگم این دارکیه باعث میشه مخاطب زیادی جذب نکنن؟ بیایید یه مثال ببینیم. جاستیس لیگ محصول 2017 با 300 میلیون دلار بودجه حدود 661 میلیون دلار درآورده و شاید تو برخورد اول اینطوری باشه که خب این 300 میلیون دلار سود کرده دیگه، خوبه دیگه. اما اینطوری نیست. این فیلم‌ها معمولا اندازه بودجه خود فیلم هزینه تبلیغات میکنن و در نهایت این فیلم 50 تا 100 میلیون دلار بیشتر سود نداشته برای کمپانی. و حالا همین فیلم رو باید مقایسه کنیم با اونجرز 1 که با بودجه 225 میلیون دلاری حدود 1 میلیارد و 500 میلیون دلار درآورده. و خب میشه این وسط گفت که این اصلا فیلمش بده که انقدر پول در نیاورده و مخاطب جذب نکرده. اما حتی بهترین فیلم رو هم دیسی بسازه، چون داره یک فضای دارکی رو روایت میکنه، مخاطب عام رو نمیتونه جذب کنه و نمیتونه در ابعاد مارول بزرگ شه و در نتیجه وقتی مخاطب عام رو نتونی جذب کنی پول کمتری هم در میاری و خب این پول درآوردن چیزیه که در نهایت برای این کمپانی‌ها مهمه. و خب خلاصش اینه که دیسی تو جذب مخاطب و پول درآوردن به صورت کلی تر زده. البته منظور تو دنیای DCU، یعنی اون دنیای سینمایی مشترکی که میخوان خلق کنن بین یه سری کاراکترها. چون فلش که فیلمش 200 میلیون دلار ضرر داد، آکوامن که فیلمش تو باقالیاست، واندر وومن هم که فیلمش چرته و بازیگرش هم اصلا خوب نیست. یعنی من هر بار یاد تلفظ اسم سوپرمن توسط این بازیگر میافتم یه دور پشمام میریزه. و اگر کرینج بودنشو تو این سکانس حس نکردی، دعوتتون میکنم به دیدن بازیگریای تاریخی ایشون. من فکر کنم قیافه پدرو پاسکال همه چیزو در مورد این دلیوری دیالوگ میگه و خلاصه این که اصلا مزخرفه. بلک آدام و شزم هم که شکست خوردن و فقط یه سوپرمن یه ذره خوب عمل کرد که اونم عمدتاً به واسطه واقعا انتخاب بازیگر خوب بود. و حالا تو این شرایط عجیب غریب بدی که دیسی داره، یک تغییر فازی رو اومده اجرا کرده و داره یک دنیای جدیدی رو خلق میکنه که اول با پیس میکر و The Suicide Squad شروع شد و الان داره با سوپرمن 2025 ادامه پیدا میکنه و احتمالاً تو آینده فیلم‌های بیشتری از این دنیا قرار منتشر بشه و با این دنیای جدید به دنبال جذب مخاطب بیشتر و طبعاً پول درآوردن بیشتره. و خب قبل از اینکه بیایم ویژگی‌های این دنیا رو بررسی کنیم، بیایید اول بفهمیم که کارگردان این دنیای جدید کیه و تا الان چطور عمل کرده. فیلم The Suicide Squad 2 یکی از بهترین کامبک‌ها برای دیسی بود. هرچند فیلم تو گیشه شکست خورد و ضرر داد، اما تونست بین منتقدین و مخاطبین نمره خیلی خوبی دریافت کنه و محبوب بشه. تو IMDb نمره 7.2 رو گرفت و تو راتن تومیتوز نمره 90% رو از منتقدین و 82% رو از مخاطبین گرفت و بالاخره چرخه نمرات پایین آثار دیسی رو شکست. کارگردانش کی بود؟ جیمز گان، کارگردان گاردینز آف دی گالاکسی. و همین The Suicide Squad رو اومدن با سریال پیس میکر ادامهش دادن و دیدن که مخاطبا راضین و خوششون اومده و میتونیم یه اثری خارج از تیپیکالای دیسی خلق کنی و همزمان مخاطبا نیان بگن این آشغال چیه، چرا فضای دارک اومدی بیرون. و دیگه کمپانی راضی، مخاطب راضی، پس چی؟ فیلم جدید استارت میخوره، سوپرمن 2025 با کارگردانی جیمز گان و شروع یک DCU جدید که احتمال قوی هم این سوپرمن قرار تبدیل بشه به یه موفقیت مالی. و خب حالا که میدونیم خالقش کیه و چجوری عمل کرده، میتونیم
ویژگی‌های این دنیا رو بررسی کنیم. ویژگی اولش قطعاً کمدی دارکیه که تو همه آثار جیمز گان تقریباً وجود داره و خب این ترکیب اکشن و کمدیه یک دنیای فانتزی خلق میکنه که خیلی نزدیک به واقع‌گرایی که دیسی قبلا داشت نیست و یه مقدار اثر نمایشی تر و فانتزی تره و خب همین نمایشی شدن و کمدی شدنش پتانسیل جذب مخاطب بیشتری رو داره نسبت به آثار گذشته دیسی که طبعا هم همینو میخوان. اما خب از اون ور این سبک جیمز گان باعث میشه که به یه سری کاراکترها اصلا تو این دنیا نتونن بپردازن. یعنی من هنوز برام سواله که مثلا بتمن رو چجوری میخوان وارد این دنیا کنن و چجوری در کنار این دنیای فانتزی بتمن دارک رو میخوان خلق کنن. این هم یه سوال مهمیه که فعلا جوابی براش نیست. اما در کل این کمدیه و جدی نبودن قضایا تو این سری فیلم‌ها یکی از ویژگی‌هایی که داره دیسی دنبال میکنه. ویژگی دیگه که این دنیای جدید دیسی داره اینه که به دنبال ساخت و پرداخت در مورد خاستگاه کاراکترها نیست اصلا و با فرض اینکه مخاطب میدونه این کاراکترها کیان و چیان داره سعی میکنه یه دنیای جدید با یه داستان جدید بسازه و این خیلی حرکت خوبیه. یعنی من فیلم سوپرمن رو که دیدم فکر کردم اینا میخوان دوباره از اول همه قضایا رو بسازن و توضیح بدن، ولی اصلا این بخش رو اسکیپ کردن و درگیر اینن که سریعتر بتونن یه دنیایی با یه سری داستانای جدید خلق کنن و یه سری فیلمایی از این دنیا بکشن بیرون. و ویژگی آخری که از این دنیا تو ذهنم مونده و اوایل ویدیو هم بهش اشاره کردم جزئی اینه که دیسی دیگه نمیخواد دارک باشه و داره یک فضایی میسازه که نسبت به گذشته دیسی واقعا خیلی گوگلی و نرمه و همین دیسی جدید رو اگه ورداریم و با مارول یه سری جا مقایسه کنیم، مارول خیلی دارکتر میشه نسبت به این و واقعیتش اینه که این تغییراتی که دارن به وجود میارن نمیدونم چقدر خوبه یا بده. یه مقدار زوده کلا برای اینکه در مورد این نظر بدم، اما در کل هم پیس میکر همین سوپرمن رو دوست داشتم و خب این تغییراتی که به وجود آوردن خیلی زوده که بخوای بگی خوبه یا بده و برای همین به نظرم فعلا باید صبر کرد و تو این ویدیو با همین دید رو پیدا کردیم که دیسی چرا داره تو این مسیر قدم میذاره و چطوری داره حرکت میکنه. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون خوبه یا بده؟ و تا اینجا ویدیو رو دیدید و لایک و ساب نکردید، خجالت نمیکشید، شرم نمیکنید، حیا ندارید و همین دیگه. ما بریم داستانه کمیک اینوینسیبل رو بسازیم. میبینمتون.